ما مرگی اصلا در کار نداریم. این مرگ رو از شیطان اختراع کرده. اصلا من نمیدونم مرگ از کجا اومده. هیچ جا در قرآن نگفتن شما میمیرین که. گفتن هر چه صحبت مردن شده گفتن که شما میریم پیش پروردگارتون. گفتن ثم تردون الی عالم الغیب، میبرنتون پیش عالم غیب. کی گفتن که تو نابود میشی؟ مرگ رو به معنی نابودی نگرفتن که زن. مرگ رو به معنی گرفتن که تو داری منتقل میشی. این همه مرگای قبلی تو ببین که مردی بعد بدتر شدی، مثلا که بهتر شدی، وضعیت بهتر شده. قبلا در جنین بودی مردی، حالا باز دوباره وادی تو این عالم بزرگتر. از این عالم هم باز میری تو عالم بزرگتر. بنابراین قصه نباید بخوری. انسان وقتی متصل میشه به پروردگارش دیگه قصه نمیخوره. چرا؟ اینکه به مبدأ شادی برخورد کرده. ما هم پرتو جمال او هستیم. وقتی نفخت فیه من روحی، از نفس خودش در من دمیده، نفس او که فانی نیست که جاودانه است. بنابراین من چه قصه‌ای دارم که چه مرگی در کار بیاد.